تصور کنید جامعه ما مثل یک ماشین پیشرفت است. این ماشین زمانی با نیروی جوانان حرکت می‌کرد. موتوری پرقدرت که مسیر توسعه و آینده را با سرعت و انرژی طی می‌کرد. اما حالا کم کم این موتور جوان تضعیف می‌شود و جای آن را نیروی سالخورده می‌گیرد. ماشین پیشرفت بدون موتور جوان کند می‌شود. حرکتش آهسته‌تر، مسیرش پرچالش‌تر و احتمال توقفش بیشتر می‌شود. در دهه‌های گذشته نرخ باروری در ایران از بیش از 6 فرزند برای هر زن به زیر 2 فرزند کاهش یافته است. پیری جمعیت تنها یک پدیده آماری نیست، بلکه به معنای کاهش نیروی کار، افزایش هزینه‌های درمان و بازنشستگی و کند شدن پویایی اقتصادی کشور است. اما هنوز دیر نشده. راه حل‌هایی برای عبور از این بحران وجود دارد. تدوین سیاست‌های تشویقی برای فرزندآوری مانند حمایت مالی از خانواده‌ها، ایجاد امنیت شغلی و مسکن برای جوانان، گسترش خدمات مراقبت از کودکان و مرخصی‌های والدینی و سرمایه‌گذاری در آموزش و مهارت‌افزایی نسل جوان برای استفاده حداکثری از پتانسیل موجود. اگر می‌خواهیم این ماشین همچنان رو به جلو برود، باید به فکر تقویت موتور جوان باشیم.